أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. در این آیت الله متعال یک دعوت عمومی تمام اهل ادیان میته که یهود است، نصارا است، صابئین است، مؤمنین است، کلشان ایمان صحیح بیارن، از برایشان جنت نعمت هاست. اگر صحیح ایمان نبیارن و عمل صالح را انجام نتن و پس دیگه اینها نجات پیدا نمیکنن و از نعمتهای الله متعال محروم میشن. در آیت قبلی در نعمتهای خدا الله بیان کرد که معجزات بزرگ بود. هر کدامش نعمت هم است، معجزه هم است. مثلا همین که در اون میدان دو دشت ابر بالای سرشان میدیدن، این معجزه هم بود دیگه، دور نمیشه. من و سلوا میامد، یک نعمت در این وقت معجزه، سر معجزه ناشنا و اینا به چشمان خود میدیدن. از بحر زدن و بحر دوپاره شدن و آبش زیر زمین بالا شدن، غیر از اینکه یک نعمت بود که اینا نجات یافت، معجزه هم بود و اینا به چشمان خود دیدن. و دیگه ای که پیش الله رفت نه چند نفرش الله را وضعش شنیدن، نعمت بود، معجزه هم بود. که این که مردن دوباره مرده زنده شدن نه، و اینا دیدن که این مرده زنده شدن، مرده زنده را اینا دیدن. این یک معجزه کلان هم است، یک معجزه هم است که مرده را دیدن، که دیدن مرده زنده شد، زنده شدن مرده را دیدن. در میدان آب نیست، باران بخواه، موسی علیه السلام. موسی علیه السلام الله گفت حاجت باران نیست، سنگ بزن. یک سنگ زد، تعیین نشده بود. این کلان معجزه بود، هم معجزه و هم آب، نوبت خدا نام پیدا میکردن. ولی باز ناسپاسی، با وجودی که این معجزات دیدن چی کردن؟ عهد و پیمان خدا را شکستاندن، ناسپاسی کردن، کفر کردن. یهودیا بسیار ظالم هستند، بسیار ظلم کردن. پس نتیجه ناسپاسی چی شد؟ عذاب الله. ضربت علیهم الذلة والمسکنة وباءوا بغضب من الله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هر کسی نعمت الله را ناسپاسی کنه، معجزه الله قرآن است، ناسپاسی کنه فعلا، الله او را چی میکنه؟ ذلیل میسازه در دنیا، در آخرت در آتش میره. این پیامش است خب با ما و شما. حال الله متعال در اینجا دعوت میته گروه های مختلف اهل ملل، اهل ادیان. ان الذين آمنوا، بدون شک کسایی که ایمان آوردن، والذین هادوا و کسایی که یهودی هستند، و نصارا نصرانی یا مسیحی هستند، و صابئین صابئی و ملائکه پرست یا ستاره پرست. من آمن بالله والیوم الاخر، هر یک از اینا که ایمان بیارن به الله و به روز قیامت، و عمل صالحا و عمل بکنن صالح نیک مطابق ایمان، فلهم اجرهم عند ربهم، از برای اینا اجر ثوابشان است پیش ربشان، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ترس نمی باشد با بالای زینا در روز قیامت از هیبتایش، ولا هم یحزنون و غمگین میشن. ان الذين آمنوا، کسایی که ایمان آوردن، کل ادیان الله متعال دعوت میته به ایمان شرعی. یهود نصارا چی کردن؟ طغیان کردن، نسیان کردن، تمرد و نافرمانی کردن. حال الله دعوتشان میته که نکنین. کسایی که ایمان آورد، مؤمنین الله دعوت میته. باید من آمن بالله تاکید است، یا به زبان ایمان داره منافق است. منافقین بعضی میگه هدف منافقین، کسایی که به زبان ایمان آورده قلبا نه. والذین هادوا، کسایی که یهودی هستند. یهودا یا یهوذا یکی از بچه های یعقوب علیه السلام. یعقوب علیه السلام چند اولاد داشت؟ 12 تا.
و به می خاطر اینا یهودی ها چند خاندان بودن؟ 12 خاندان. و برشان دم سنگ که زد 12 دانه نل آب، چشمی آب بیرون شد. یهود الله نام از اینا را یهود نمانده، خودشان نام مانده، دین به قومیت تبدیل کردن. مثل که حال نصارا نام خدا عیسوی و مسیحی ماندن، نه؟ اینی مسلمان ها را محمدی میگن، این صحیح نیست، محمدی. و نصران یک جایی است که عیسی علیه السلام تولد شده، کسایی که به او شخص منسوب است که در نصران تولد شده و او در نزدیکی بیت المقدس است. فعلا او صاحب پیش اسرائیل است، حکومت اسرائیل. و نصارا چی میگن؟ کتاب ما انجیل است و ما تابعدار کی هستیم؟ عیسی علیه السلام. ادعای عیسویت و مسیحیت هم میکنن، دروغ میگن. پس عیسوی هم امی یک گروپ هم میگن، نصرانی هم امیره میگن و مسیحی هم امیره میگن. سه نام یک گروپ مردم. یهود کسایی که میگن ما تابعدار موسی هستیم، دعوا میکنن. کتاب ما میگن تورات است. غیر از تورات میگه دیگر قبول نداریم، دیگه انبیاء هم قبول نداریم. یهود کافر است. چرا کافر است؟ به خاطر قرآن قبول نداره، آخری پیامبره. یکم تا میگن یهودی ها کافر نیست. ما یک وقت در یک جای گپ زده بودم، گفتم یهود نصارا کافر است. با ما قد تبصره کرده بودم، گفت یهود نصارا را کافر گفته. و این خود گپ آسان است. فهمیدین؟ کلان یک پرپره نشته کرده بودم، همین خارجی ها که این کسی که میاد در اینجا گپ میزنه، در یک تلویزیون ما گپ میزدم صاحب، یک دو سال لایف برنامه بود. گفتی بسیار تندرو است. چی تندروی کردیم؟ گفت یهود نصارا را کافر گفته. ما گفتم این چی گپ؟ نه یهود نصارا، یهود نصارا را قرآن کافر میگه. هر کسی یهود نصارا را کافر نگوید خودش چی میشه؟ کافر میشه. چرا؟ به خاطر که این سبب میشه که از یک آیت قرآن منکر شوی. بسیار آیت هست، مثلا در سورة بینه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم البينة. در اونجا الله میفرماد ان الذين كفروا من اهل الكتاب، کسایی کافر شدن از اهل کتاب. اهل کتاب یهود نصارا. والمشرکین فی نار جهنم، در آتش جهنم هستند. اولئک هم شر البریه، بدترین، خالدین فیها، همیشه میمانند. بدترین مخلوقات روی زمین است. هم یهودی ها، همین نصرانی ها، بدترین، از خنزیر که بدتر است. ولی یکم تا اونا را چی میگن؟ مدرن و مترقی و پیشرفته و چطور چنا. قرآن میگه از خنزیر که بدتر است. زیرا خنزیر کافر نیست، خنزیر الله را میشناسه. یا خوک که میگن، نه خوک. سابق ما را میگفت کسی نام خوک میگیره 7 دفعه دان خدا که تاو بشه، به خاطر که دانش مردار شد. خو یا خو از خوک کده بدتر است. اینا نام یاره که گرفتی خواهی چند دفعه دان تا بشی؟ 14 دفعه باید که دان تا بشی، نه؟ در حالی که نام از یاره ای تو با مزه میگیره، از جلالت مآب صاحب فلانی خان تقاضا میکنیم، یا جلالت مآب صاحب فلانی با ما اینطور هدایت داد، یا کت جلالت مآب صاحب فلانی ارتباط تلفنی گپ زدن. قرآن که بخوانیم، حکومت وحدت ملی کی جور کرد؟ جان جور کرده. جان این جان الله میگه از خود کده بدتر است. ما و شما از جلالت مآب صاحب جان میگه، ولی او رقب به زبزبه و دبدبه نامش میگیرن که ایران میمانی. این الذین آمنوا، بدون شک کسایی که ایمان آوردن زبانن یا مومنین صحیح. والذین عادوا، کسایی که یهودی شدن، یهودی را شما شناختی. یکم دفعه پرسان میکنم یهود کیست؟ بونگ بونگ میکنه کسی نمیفهمه. بفهمین یهود بشناسین. و نصارا، کسایی که نصارا است، ایران برتان گفتم. و صابئین، صابی در او وقت کسایی بود که چرا عبادت میکرد؟ ملائکه را. دیگه ستاره را عبادت میکرد. بعضی میگه قوم کی بوده؟
ابراهیم علیه السلام نه؟ ابراهیم علیه السلام قومش واقعا ستاره پرست بود. ملائکه هم شکلایش جور کرده بودن، بتایش عبادت میکردن. بعضی میگن که قوم داوود علیه السلام میگن کتاب ما زبور است. خب و در زبور که بود فضایل بود، احکام وجود نداشت. قرآن اونمو را میخواندن. خب و مشرکین مکه صحابی چی را میگفتن؟ صحابی میگفت کسی است که دین پدری را اعلا بود. مسلمان ها را صحابی میگفتن. خب میگفتن اینا صحابی شدن. صحابی چی میگفت؟ دین پدری را، دین آبایی اهل مکه را مشرکین اعلا کرده، رفته در دین نو تو اسلام مسیحی پیامبر است، این دینی دین رفته. وقت مسلمان ها را صحابی میگفتن. این چی شده؟ میگفت صحابی شده. حالا چی میگن؟ وابی. این آبی شده. یکم تا میگن آبی، زنان میگن آبی، زنای بی سواد. میگم فکر میکنم که مولوی آبی شدن. میگه آبی شده. هیچ نمیفهم آبی چی مانا، صحابی چی مانا، وابی چی مانا. من شنیدم که آبی است. آبی و وابی بسیار چیز بد. حال ما شما را وابی و آبی میگن. خیر از بگوید صحابه را صحابی میگفت، دقیقش نبود. این بیخی واقعیت است. خب الله میگه هر یک مینا من آمن بالله، هر کسی از اینا که ایمان بیارد بالله با الله. ایمان با الله ایمان شرعی است. جایی که ایمان مطلق ذکر شود ایمان شرعی است. ایمان شرعی چرا میگه؟ عقیده توحید، ایمان با وحدانیت الله، با وحدانیتش در ربوبیت، در الوهیت، در اسماء و صفات، در خدایی بودنش الله واحد است، در رب بودنش واحد است، در اسماء و صفاتش واحد است. ولی یوم الاخره بروز قیامت ایمان یقینی بیاره که در شک نباشه. سر ایمان اکثر جای قرآن اختصار میکنه، سرش ذکر کرده مبدأ ایمان با الله، آخرش قیامت. دیگه چیزا در بین ملائکه، کتاب‌های آسمانی، پیامبران، اینا قضا و قدر، اینا کلش در داخل میشه. و عمل صالحا، کسایی که ایمان بیارن به الله، ایمان صحیح بیارن، راستی صرف به زبان نی، و عمل بکنن صالح. عمل بسیار مهم است. تنها به ایمان نمیشه. مسلمان های ما شما میگن که ما که کلمه ما خواندم بعض دیگه صحیح شد. این خو مرجعه است نه؟ مرجعه میگه که عمل مهم نیست، فقط کلمه خواندی صحیح شد. نه، عمل بکنن صالح. صالح کدام عمل میگه؟ یادتان باشه دایم که دو شرط داره. اول مطابق قرآن و حدیث، مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. نماز است، روزه است، زکات است، حج است، دعوت است، سیاست است، همه اعمال که است باید مطابق وحی باشه، وحی قرآن و سنت. دوم شرطش چی است؟ اخلاص و خاطر الله. بعد از اینکه ایمان عقیده توحید داره، اگر او را حساب کنیم با 3 میشه. ولی برای یک مؤمن واقعی دو شرط ضروری است. اخلاص نبود، ریا بود، عملش قبول میشه؟ نه. با طریقه پیامبر صلی نبود، قبول میشه؟ نه. پس این گپ بسیار مهمه. ما و شما کوشش کنیم نماز ما با طریقه پیامبر صلی اصل نیست، یاد بگیریم. نماز از احادیث باید یاد بگیریم. یکم تا میگه که یک نفر دست خدا اینجا میگیره، دیگه اینجا میگیره، بخوان حدیث ها. اینجا میگیره، اینجا میگیره. حدیث رسول الله سلام چه کجا گرفته؟ چی را بخوانم، چی را نخوانم؟ کلش نماز رسول الله سلام عملا با ما نشان داده. فلهم اجرهم عند ربهم. پس هر کسی ایمان صحیح آورد، عمل صالح کرد، در عمل صالح امر و نهی الله هم داخل است. فلهم اجرهم، ثواب از ایناست، بدلشان است. عند ربهم، به حضور ربشان. او ثواب چی است؟ جنت ها و نعمت ها در دنیا و آخرت. در دنیا آرامش است. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. در دنیا امنیت است، هدایت است، در آخرت هم امنیت از آتش. ولا خوف علیهم، ترس با بالایشان نمی باشه.
این بسیار یک بشارت بزرگه. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون چه معنا؟ دخول اولی جنت نصیبش میشه، به جهنم نمیبینه. این بسیار یک نعمت کلان است. اگر این مرگ بسیار سخت است، قبر بسیار سخت است، وحشت قبر. ولی اگر ایمان و عمل صالح داشتی و آسان میشه. قیامت زنده شدن، لباس در جان کسی نیست، پیش الله استاد شدن، حساب و کتاب، او گرمی و حالت شدتی که در قیامت است، بسیار ترس. الله میگه ترس نیست بابانش. سبحان الله. ولا هم یحزنون و نه غمگین میشوند. غمگین از چی؟ چیزایی که در دنیا مال اولاد زندگی خانوادگی همه چیز. همیال اگه اولاد از پیش جدا کنن چقدر جگرخون میشه نه؟ اولاد کسی بندی میشه چه حالش هست؟ شوهر کسی بندی میشه، خانم کسی، پدر کسی، چقدر جگرخونی است. ولی در اونجا الله میگه از این اولاد، این غم اولاد برش نیست، غم خانم برش نیست، اگر زن از غم شوهر گپا نیست. به می خاطر رسول الله سلام وقتی که دعا میکرد در جنازه چی میگفت؟ الله بهترین اونجا برش میده. اللهم ابدله دارا، این دعا در صحیح مسلم است. اللهم اغفره وارحمه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله. بسیار یک دعای دراز است. ما شما همیشه یاد داریم اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غایبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللهم نحیت منا فحیا الاسلام و توفیت منا فتوفوا الایمان. خلاص. ملایی را قزود میگه در جنازه ملای فعلی. خود دو فکرش در اسقاط است. خب تیست الله اکبر. همین الله اکبر میگه، ما گفتم سبحانك اللهم، گفت الله اکبر دو میشه گفت. همین اللهم صل علی محمد گفتم سه میشه گفت الله اکبر. تا که گفتم اللهم اغفره وارحمه دیگه شام نرسیدم. وقت گفت الله اکبر سلام علیکم بشینیم بیا درا بیار تیز شو اسقاط بیار. دو چشمش در پیسه مردم. این جنازه نمیخوانه. خوب است که الحمدلله ما شما را الله زیاد نجات داد. انشاءالله اگر الله بخواهد جنازه ما را اینا نخوانه. خب این ظالم از اسقاط ما محروم هستن انشاءالله. اسقاط نمیتیم ما شما، از فاتحه ما محروم هستن انشاءالله. یا رام خورا دیگه از چی محروم هستن؟ از روز اول 2 3 و ختم و 7 و 40 کلش محروم است الحمدلله از این چیزا. دویده میاد اینجا یک روز جنازه میارن اینجا جنازه. سعی کردم 20 دانه ملا در سر برنده جنگ دارن، ملا و قاری. ما وقت نماز به جنازه هم نبودی، گفتم چی گپ جنگ داره؟ اوست تو میگم شو، او میگه اوست شو، دینی سر برنده او اخی فرش نبود. گفتم چی گپ جنگ داره؟ بریم وقت نماز. گفت کنی ما را، گفت مرا میتبر ما نماز نمیخوانیم. ظالم گفتم بیدین چرا نمیخوانی؟ گفت جنازه روان است. گفت اینجا ما جای میگیریم نوبت که در صفت خط اول اسقاط بشینیم. این لی اسقاط ای اسقاط خور ملای اسقاط خور پلید اسخام ملایان اسخام ملاده اسخام ملایان. تو ما نمازم میگه نمیخوانم. گفتم زده، گفتم میکشم تا تیز بیا بزرگ داخل شان کم در مسجد. هر کی گفت برای از مسجد مجبور شدن آمدم دیگه. نمازم من دراز گرفتم. الله دل یا خبر یک تا که الله ذلیل کنه این تو ذلیل. ملا من ذلیل است. قاری ملا. و اذا اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. یاد کو وقتی را که گرفتیم وعده محکم از شما. و رفعنا فوقکم الطور، بلند کردیم به بالا شما کوه طور را. خذوا ما آتيناكم بقوة، و حکم کردیم که بگیرین عمل کنین آنچه که بر شما دادیم. بقوة بکوشش و عزم راسخ. واذکروا ما فیه، یاد کنین آنچه که در کتاب است، درس و تدریس.
لعلكم تتقون تا اینکه شما متقی شوین از عقاید کفری و شرکی حرام ها نجات پیدا کنین فرایض و احکام الله را انجام بتین ثم تولیتم من بعد ذلك بعد از شما اعراض کردین تولیتم اعراض کردین من بعد ذلك بعد از عهد و پیمانی که با الله کردین نه ایمان آوردین و نه عمل کردین نه کتاب الله را خواندین فلولا فضل الله علیکم و رحمته اگر نمی بود فضل الله به بالای شما و رحمت الله نمی بود لکنتم من الخاسرین حتم می شدین از جمله هلاک شوندگان تاوانیا زیانکار. خب در این آیت الله متعال این را بیان میکنه که یهود نصارا خصوصا یهودیا اینا یهودی هستن الله متعال عهد و پیمان محکم از اینا گرفت که تورات بعد از اینکه نجاتشان داد خب فکر کن از بحر دیدن آبا استاد بود تیر شدن همین مردم معجزه را به چشمان خود دیدن در میدان تیام بودن اون نعمت ها را هم خوردن تورات که برشان نازل شد موسی علیه السلام گفت که این تورات یاد بگیرین عمل کنین اینا عهد و پیمان کردن که سعیس میکنیم پس آن گفتن نه نمیکنیم ما دیگه کتابا داریم شنیدیم بسیار کتابای دیگه خدا نکشیده آخر نشد الله متعال جبرائیل روان کن گفت کوی تور بالا کن کوی تور که موسی علیه السلام با امرای الله صحبت کرده کوی تور سرشان بالا کرد ایمان میارین یا نه اگه پرتم میکوره یا کوره که دیدن گفتن سمعنا قبول کردیم بالا رسایی بودن ای تو بدبختی بودن کو گفت میفتن قبول کردیم و عصینا و در دلشان میفتن که یک دفعه مکوز شما قبول نداریم با ای تو ای قوم الله سخت جزا داده خب معجزه را میبینی قبول نداری یکم تا باز میگه که خوب بود که فرعون یارا میکشت نه این ظالم ها را یکم تا شاید بگه ای تو ظالم بودن نجاتش دادی ما راستین شد ای تو در بین از اینا اکثرش خراب بود کمش خوب بود اکثریتش خراب کمش خوب بود وقتی که رسول الله در مدینه آمد عبدالله ابن سلام و بعضی تابعدارش کمش مؤمن شد اکثرش کافر ما و اذا اخذنا وقتی که گرفتیم ما آل الله متعال اینجا این نعمت خود را بیان میکنه گرفتیم و در آیات قبلی چی بود نعمت هایی که به اینا شده بود اینجا خباثاتشان شروع میشه قباحاتشان شروع میشه و این سبب شد که الله خلافت از اینا بگیره حتی نبوت به کی انتقال بده به بنی اسماعیل با اولاد اسماعیل علیه السلام و نبوت هم به عرب داد الله متعال از اینا گرفت و عذابهای خدا قباحاتشان الله بیان میکنه در اینجا گرفتیم ما میگه یاد کن وقتی را که ما گرفتیم میثاقکم وعده محکم شما را اولاد یعقوب عهد محکم و چی بود وعده به چی العمل بما فی التورات آنچه که در تورات است احکام به عمل کنین یاد بگیرین علمش عمل کنین و رفعنا فوقکم الطور بلند کردیم به بالای شما کوی طور را فوق معنای بلندی رفع معنای بلندی معنای حقیقیش است نگام تا را ببینی من چی مرض دارم میگن نه کوی طور بالا نشده اما تو ترسانده شده یا پاس پیش خود رفع خواهی چی معنا رفع الیدین چی معنا این تو شوه چی شوه خود رفع الیدین دست بالا میشه رفع نه بلند کردن فوق بالا را میگه کلش واضح هست حتی در دیگه آیت ها میاد که کالظلتی مثل سایبان مثل ابر سرشان بالا شد یکم تا مرضی ها پیدا شده میگنی نشده یادم ما را چی بگوی تاویل میکنه نگنی گپشان خراب است نطقنا بلند کردیم کوی تو را حتی اسمع کالظلتی مثل ابر سایه به بالایشان شد و قلنا گفتیم ما خذو ما اتیناکم خذو الله میگه ما گفتیم خذو چی معنا بگیرین
یاد بگیرین، عمل بکنین آنچه که در تورات است، آنچه که بر شما دادیم تورات، به قوت به جد، به جدیت و عزیمت احکامش عملی کنین. بعضی استادای ما میگه فای بالعلم والعمل والبیان، به علم یاد بگیرین علم تورات، عمل کنین، به دیگران چه کنین؟ بیان کنین، دعوت بدین. هر کتاب الله اینمی حق به بالای ما شما. بعد از اینکه ایمان آوردیم باید چی کنیم؟ علمش یاد بگیریم، عمل بکنیم، بیان کنیم، قانونش در کل دنیا تطبیق کنیم. این مسئولیت ماست. واذکروا ما فیه. خب اینا ما و شما مسلمان ها اکثریت ما قرآن ایمان داره، هم تو سرسری علمش یاد داره؟ نه. اگر بگو بیا یاد بگیم وقت ندارم. خب اگر عالم است یک ذره یاد گرفت باز عمل نمیکنه. اگر عمل میکنه کمتون بیان دعوت نمیکنه. تبلیغ از این رساندنش یوم فرض است. این علم میخواه و اگر تبلیغ میکنه با تطبیق نمیکنه، تطبیقش بسیار مشکله، از توان بالا نیست. تطبیق خو بسیار کم کساست و قلیل من عبادی الشکور. این تطبیق کنندش کم است، بسیار کم است. ما و شما هم در این درجه تبلیغ هستیم، تطبیق نمیکنیم. خود ما و شما گپ تطبیق هم میزنیم، این تو شوا اون تو شوا، خود ما نمیکنیم، صحیح نمیکنیم. واذکروا ما فیه، یاد بکنین آنچه که دی است. واذکروا یعنی احفظوا، حفظش کنین، ترکش نکنین، فراموشش نکنین، غافل نشین ازی. یاد کنین، بعد می درس و تدریس کنین، ایرا یاد بگیرین احکامش، حفظ کنین احکامش، غافل نشین ازی. که قرآن امی طور است، باید ایرا همیشه خوانده بریم. الله توفیق بده همیشه بخوانید، یادتان نره. بار که بشنوی باز احکامش اینجا میشینه. بار اذا تکرر 3 بار که بشنوی بار تا که زنده هستین شما درس قرآن بود اعلانات. خب این حکم کل مفسرین میتن و با اونا نیست، در طبق قرآن هم میتونه، هر کتاب آسمانی هم میتونه. خب الله میفرماد خذو، یاد بگیرین، عمل کنین، احکامش یادتان نره، غافل نشین. با چی گپ میشه؟ لعلکم تتقون، تا اینکه شما متقی شوین. متقی چی؟ نجات پیدا کنین از هلاکت دنیا و عذاب آخرت. و دیگه ای که از کفر و شرک نجات متقی شوین، از حرام نجات پیدا کنین، فرایض انجام بدین. از این چی فهمیده میشه؟ کتاب الله را یاد گرفتن، عمل کردن، این سبب چی است؟ تقوا است. تا کتاب الله را یاد نگیری متقی نمیشه. ولی مردم ما و شما ببینین که کارای میکنن، خب کارای میکنن که ایران میمانه آدم از این مردم. هیچ قرآن یاد نمیگیرن. اگر بگویم بیا یاد بگی، عمل نیست، دیگه نیست. باز چی میگن؟ یا الله جنت الفردوس به ما بده. این خودش مستحق آتش، عذاب آتش شده، جنت الفردوس هم میخواد. میریم جنت، آخرش میریم میگه یک چند وقت است. توبه. و یا اگر در قرآن ما شما برخورد ما چی است که او را در تاقچه ها بانیم، اگر عروسی شد در سر عروس تیرش کنیم، مرد در اسقاطش دورش بتیم، قسم شد بیا زود بیا قسم بخو، کشکو دستش سر قرآن، این تو گپا میزنه. و یا این که چی میکنه؟ در فاتحه قاری صاحب یک آیت بخوان، یک آیت بخوان. من که اول در علم رفتم، من مکتب میخواندم. پدرم در سر یک جنازه رفتم، یک کس تلاوت کرد، خود بچه بود. او که خوان مردم گریان کرد، سر قبر خوان، سر قبر پدرش. مردم گفت چه یک بچه بود، چه یک تلاوت کرد، چه یک بچه بود، چه یک تلاوت کرد. پدرم گفت والا ما شوقی شدیم، تو برو دمی درس بخوانی، کاش که تو هم تو قاری شوی. مرا گفت اصل هدف ما دیگه. گفتم چرا ما قاری شم؟ گفتم قاری ها بدم میاد. گفت نه، گفت
قاری شوی بخیر که دمی فاتحه بخوانی زمزمه کنی که من ششتگی باشم دیگه دمی جنازه و سر قبر و سر مرده و اینه میجه دیگه بخیر که بخوانی پیسم برات میه گفت چقدر خوش شویم ما دمی رمضان ها زمزمه کنی. من با نیت رفتم قرآن خوانده. یقین کنین اینه مرا هدف هم میتاین که هدف چیست که آمدی سر جنازه سر اسقاط در فاتحه در مسجد قرآن بخوان. نگفت که ایره یاد بگیری قانونش در دنیا تطبیق کنی، ایره نگفت. الله مرا هدایت کرد که نعمت الله بود. من که باز یک ذره درس خواندم قرآن خواندم چند سپاره گفتن والا اگه قاری شدی خلاص گفت مصروف هم و ختمه میشه یک تا بیا گفت آدم از دریور کده مستری باشه. مرا گفت حال دریور است یک کسی مستری گفتی علم یاد بگی با صحیح بیان کن. گفتم والا خوب گپ زدی. بعد رفتم من تو اعلام کردم میرا من چند سپاره یاد کرده بودم مثلا 15 بود 14 بود الحمدلله تا بال یادم است. رفتم در یک مدرسه گفتن چی شروع شده تفسیر قرآن برای یک ماه صبح میشش تا شام و او ترجمه تحت لفظی میکنی تو گپ نمیزم فقط بدو همونجا که رفتم گفتم من ششتم در تفسیر اما مولوی که آمد مرا دید گفت ای ساده گفت من تو در کجا ششتی گفت تفسیر آخر خواندم میشه 20 سال بعد بازی را بخوان. گفتم چی بخوان؟ گفت اول نحو صرف دیگه را بخوان عربی را بازی را. من گفتم نه من اول امیرا میخوانم. گفت تو سرچپه کار میکنی؟ گفتم نه من تا که تفسیر نخوانم من به می خاطر آمدم که معنایش هم بفهمم. تا خو خی کار سرچپه میکنی بکن. ششتم سرچپه کار کردم. بعد از او باز فهمیدم قرآن چی میگم تعدد لفظی هم بود. خب یگام گپ مولوی میگم فهمیدم که بسیار شوقم بالا شد. گفتم این حال تا که من این حال چطور میتونم که خودم قرآن درس بدم؟ گفت نحو یاد بگی صرف یاد بگی عربی را. باز شروع کردم دیگه الحمدلله که باز دیگه هر سال تفسیر میخواندم. اولی که ما علم شروع کردیم هیچ چیز نخواندم فقط تفسیر. با سال دو بار 8 سال دو بار تفسیر. ایتو مهارت حاصل کرده بودم. هر آیت کسی اگه میزد آیت های قرآن دادم خب من حافظم بودم یک زیاد قرآن آیت هم تو دور میگفتم این گپش صحیح سی نیست این گپ صحیح سی نیست. الله هدایت کرده. شما هم بخیر هدف ما ایست که همی تو شوید کتاب الله را یاد بگیرید. الله که مرا حفظ کرده الله حفظ کرده اینم یک کمه که علم بود علم قرآن 16 مرتبه خوانده بودم میگفتم هیچ نخواندیم ولی اینجا جوانا از یک مرتبه هم نخوانده میگم من یاد دارم. گفتم تو یاد دارم. گفتم یاد داری؟ گفتم یک آیت آسان برات میگم ترجمه میکنی؟ گفت من کلش یاد دارم سخت شبه. گفتم نه آسان میگم ان الله یأمر بالعدل والاحسان. گفت چی آیتی را؟ گفتی مولا هر روز گفتی را در خطبه میخواند ان الله یأمر بالعدل والاحسان. الله امر میکنه به عدل. عدل چی معنی؟ گفت انصاف چی معنی؟ من نفهمیدم. گفت قدرش که من میفهمیدم باز مولا میبودم. خلاص دیگه حالا عدل و انصاف نمیفهمی چی. کافران میگن ما دموکراسی میخوایم عدالت. کمونیستان میگفتن عدالت اجتماعی کمونیسم. کلگی عدالت میگه. اینجا هدف چی است عدالت؟ بگو هدف از این جمله را. گفتوش نمیفهم. یعنی دیدین تا که زنده هستین بخوانید بار بخوانید نمانید. این قما حریص بودیم. این مردم پاکستان هم میتونه آفرین شد بفهم تفسیر است پروفیسورش قراشش تو قرآن هم میخوان ولی متاسفانه که مولای از او صحیح قرآن بیان کرده میکنن صحیح نید. یک انگیزه نمیتن. خب انگیزه قوی یک انگیزه تو گوسفندی تربیت میکنه. گوسفند سر تا برو بیا صحیح تربیت نمیکنه. آنچه که قرآن میگه و تو نمیگه اما تو یک قسم میگه. ثم تولیتم من بعد ذلك باز اعراض کردین بعد از این. اعراض کردین بعد از چی؟ بعد از این عهد و پیمان. بعد از این که تعهد کردین تورات یاد میگیریم عمل میکنیم نه یاد گرفتین نه عمل کردین. فلولا فضل الله علیکم اگر نمی بود فضل الله به قبول توبه رحمتش به عفو
فضل الله می بود توبه کردین، توبه تان قبول کرد. لکنتم من الخاسرین، می شدین از جمله حالکین فی دنیا و الاخره، هلاک میشین در دنیا و آخرت. خسر تاوان میگه که انسان هلاک شود. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بدون شک شما میشناسین ای یهودیا الذين اعتدوا منكم، کسایی را که تجاوز کرده شما فی السبت در روز شنبه. فقلنا پس ما گفتیم لهم از برای متجاوزین کونوا قردة خاسئین، شوین شادیا ذلیل، قرده شادی شوین. فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظة للمتقین، گردانیدیم ما می واقعه را عبرت و پند لما بین یدیها از برای مردمایی که حاضر بودند در وقت و ما خلفها انسانایی که بعد از او میآیند تا قیامت و موعظة للمتقین پند و نصیحت از برای متقیا. یک واقعه دیگر الله یاد میکنه، این را قباحتشان را بیان میکنه. یا این واقعه را پنهان میکردن، امی یهودیایی که در مدینه بودن پت میکردن امی واقعه را. واقعه است که الله پدرای از یار شادی که جور کرده بود، شادی مسخشان کرده بود، مسخ شکلشان تغییر داد پدرایشان. یا شرم و ننگ امی واقعه را چی میکردن؟ پنهان میکردن که ما افشا نشیم که ما بعد بود پدرای ما که شادی شده. ولی الله متعال اینا را چی کرد؟ آشکارا کرد، رسوایشان کرد. گفت خود شما خود میشناسین کسایی را که تجاوز کرده بود، پدرایشان است در روز شنبه. او چی بود؟ او تجاوز. او تجاوزی بود. مفسرین میگه که الله متعال در بحر زندگی میکنن، در سورة اعراف تفصیلش میاد. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت. یک جماعتشان نزدیک ساحل بحر بودن و کاربارشان در ماهی و همین چیزا بود، شکار میکردن، خرید و فروششان هم دمو بود. الله انسان امتحان نکنه، خب امتحان که کد سخت است، بسیار سخت. الله متعال اینا را گفت که شما شکار ماهی را بکنین، هر روز شنبه نکنین، هشدار. اگر روز شنبه شکار کردین عذاب میاد سرتان. برشان گفتم اینا چه کردن؟ خو امتحان است دیگه. اذ یعدون فی السبت اذ یاتیم حیتانهم یوم سبتهم شرعا. قرآن میگه در روز شنبه که بود ماهی زیاد میشه آشکارا، سر آب میگشت. یا که میدیدن همینطور دلایشان یک قسم میشد، حالا خب ممنوع هستن، نه چطور کنیم؟ میگفت نه شنبه زیاد چه یک ماهی هایی است، سفید چرخ میزنه، همون روز زیاد میشد. و در روزی که شنبه نمی بود گم میشد ماهی، مثل که باز که جال بگیری و چی پرتینی و چیزای شکار پرتی، باز و قسم بگیری کته چوب این گپا. روز شنبه دمی سر دیست خیلی برای ما روز یک شنبه، دو شنبه، سه، چهار، پنج، جمعه مثل حالت طبیعی میشد. شنبه غیر طبیعی میشد، زیاد میشد. شنبه غیر معمولی میشد. اینا چرت زدن چند وقت چی کردن؟ گفتن والا به یک هیله برش جور میکنیم. هیله چی را میگه؟ یک چل برش جور میکنیم. چطور چل کنیم جور؟ گفت که تو میکنیم که در روز شنبه اینا که آمد نمیگیریم، ذخیرش میکنیم، روز یک شنبه میگیریم. چی کردن؟ روز شنبه که شد جویکا را کندن نزدیک بحر نمیشه، آب بحر روز رفت، این ماهی ها رو داخل فش کردن، داخلش کردن، ماندندش دانه جوی بند کردن و باشه دیگه حال غرض نگیرین، گناه داره، شنبه است، با یک شنبه بخیر میگیریم. یک شنبه که شد میگرفتن. یا در جمعه چی میکردن؟ جور میکردن، شنبه نگیرین گناه داره، یک شنبه میگرفتن. بعضی میگه که ای تو میامدن وضو میکنن، اگر نی دیگه جایم میشد آب هم نگیری، باز وضو ماهی ها که میامد سر دستی تو میکنن پیش سر مینداخت. میگفتن ما خو نمیگیریم، خودش آمده، ایسا که آمده ایسو مینداخت. ایسو خشکه است، نه ایسو پرتشو دلک میزنه و میگیریش خلاص. اینی تو کارا کردن. بعضی دیگه میگه که روز شنبه جالا مینداختن
خوب پر میشد، نه خود زیاد میامد. حالا میگم غرضش نکی، یک شنبه میکشیدنش. این را میگن حیله، چل کردن اینا. یکم تا کس میخواه زکات بگریزه، نصاب پوره شده، نه؟ چند روپی پیسه خدا به کسی قرض میده که نصاب میگه تکمیل نشه سال. بعد از او با میگه مرم قرض ما که از زکات خدا چی کنه، نه؟ از زکات میگریزه. میگه اینی طور کار کردن. الله متعال چی کت اینا را؟ وقتی که این کار کردن 3 گروه شد مردم. در سورت اعراف الله میگه یک گروهش گفت که نکنین این کارا، منع کرد، نهی عن المنکر. دیگه گروه گفت که موسی به لنگ خود کشال و عیسی به دین خود. من تو را کار ندارم، تو مرا. تو در قبر من میری، من در قبر تو. تو را چی به من، مرا چی به تو. این گپای جاهلانه را زدن. دیگه گروهش مرتکب شدن. الله متعال کسایی که ایله را کرده بود شادی جورشان کرد. حکم کرد که شادی شوین. کونو شوین قردتن. الله تو بسیار خطرناک. الله هر چیزی که بگه امو تو شو میشه. اینم چای بگه سرب شو میشه. اینم چای حالا. آتش بگه خاموش شو خاموش میشه. آب مثلا موسی علیه السلام شما خوانده. آب خاصیتش غرق کردن است، نه؟ گفت غرق نکن موسی را، نتونست غرق کردن. تونست؟ فرعون غرق و فرعون غرق کرد. برای ابراهیم علیه السلام الله میگه و قلنا گفته ما یا نار ای آتش کونی بردن شو سرد و سلاما علی ابراهیم، سلامت باش به ابراهیم. آتش روشنیش بود، در دادن نتونست. ابراهیم علیه السلام روشنیش بود و آتشش نبود. سبحان الله، خاصیتش از بین بود. بمی کلمه کونو کن این حکمش است. خب انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کونو قردة خاصین، کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. اینه میگه که الله میگه ام تو میشه. مثلا ما را حکم کرد که پیدا شده فلانه جا، ما گپ زده تا نیستیم، اینه پیدا شد. کل ما و شما همی تو مرد پیدا شو، گفتیم بچه شو. تو زن باش، بچه شو. دیگه گپ زده نمیتونیم. چشمای تو کلان، بینید بلند. یک گروه گفت بینیای شما بیخی پخش باشه. نه همون تو شد. یک گروه سیاه افریقایی حبشی. یک گروه دیگه سفیدی بیخی میگه مرض پیس داره. هیچ تو سفید. این قدرت الله حکم میکنه همون تو میشه. ایناله اگه یک تا بینیش پایین است، رنگ سیاه، این پیش ما، اگر در این چیزا اعتراض کردیم، سر کی اعتراض کردیم؟ سر الله کردیم. زبانش فارسی بانده میگه، دا فارسی بانده. حالا فارسی بان و فارسی زبان و این خب اختیار خود نیست، نه؟ این ازبک هست میگه، ازبک. بعضی ها جاهلانه میگن کلخام هست، نه؟ تو ازبک عالمی را ازبک کی پیدا کرده؟ الله پیدا کرده. ولی تو که الله جنگ میکنی و بیدین ازبک مهم نیست، یه هزاره است. بازی میگه ای پشتون است. یه بسیار گناه کلام است، بسیار جرم کلام. کسی این گپار در دلش هست سر الله انتقاد میکنه. این قد ازی چی هست؟ قدش هم میگه سیک. بستوگک میگه. یه بسیار قرآن میگه لا یسخر قوم من قوم، مسخره نکنه. گپای ایچ سر رنگ و چهره و زبان اینه. این الله لا ينظر الى صورکم، الله به صورت شما و اجسامتان سیر نمیکنه، ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، قلب و عمل. هر کسی عقیده توحید داره، خدا کنه که بی سیاه قدش یک میده باشه و نموره من دوست دارم. چو کنیم که قدش در آسمان باشه بلند و چشمای اینه و کافر؟ چی کنیم میتو آدم؟ خب کته باشه، چی کنیم؟ ایمان مهم است، خب عقیده مهم است. حتی در مینکام رسول الله گفت فسفر به ذات دین، دیندار انتخاب کن. بیدین زیاد است، خوب است، ولی بیدین باز خرابی میکنه. انسان دوست میسازه، مرد دوست میسازه بیدین. ولقد علمتم الذين اعتدوا، بدون شک الله متعال میفرماید
علمتم شما میشناسین کی را میشناسین؟ الذین کسایی را میشناسین اونا را. علمتم عرفتم میشناسین کسایی را اعتدوا که تجاوز کردن از شما فی السبت در روز شنبه و ما اونا را جزا دادیم که شکار ماهی کردن. اعتدا چی بود؟ اگر الله گفت اینی کارو بکنید نکنید اعتدا. مثلا الله میگه مایات بنوشین، اما اینی مایه که چای است خوب است، اگر شراب شد نه، بس شراب خوردی تجاوز است. گوشت بخور، گوشت گوسفند، گوشت بز، گوشت گاو، شتر، اگر گوشت خوک شد یا خنزیر شد با تجاوز کردی، او را نخور. گوشت سگ شد، خر شد، یکم تو خرارم ذبح میکنم بی دینا، خب سر مردم میفروشن، اینا را نخوری تجاوز میشه. پرنده بابا بخور، ولی پرنده که گوشت خوره، باز، باشه، شاهین، این را نخوری، این حرام. باز، باشه، شاهین. خونه که روان است نخور، یک خون دیگه است او را بخور. یک والله کدام تلی اینا که میگه اینا تلی و اینا را بخور و هم خونه، ولی خون چی را نخوری، جریان که پیدا میکنه، گوسفند اینا. جگر را بخور، اونا و هم خون است. خونی که از گلون گوسفند میبره ای را نخوری. اینا را گفت ماهی شکار کنین ولی در روز شنبه نکنین. یا چی کردن؟ همی کارا کردن. الله می اعتداو تجاوز کردن منکم از شما یهودیا فی السبت در روز شنبه. یا کی بودن؟ پدرایشان بودن. فقلنا الله میگه نتیجه چی شد؟ فای نتیجه پس ما گفتیم از برای اینا کونو قردتا خاسئین، شوین شادیای ذلیل. مسخنا مسخشان کردیم، قردتا شادی. بعدن کانو بشرن بعد از که بشر بودن، ما ذلت ولا ذلیل شدن. صبح میگه مردم که آمد در قریه کسی نیست، بسیارش نیست. پرسان کردن او کجاستین؟ هیچ کس صدا نمیبره. سعی کردن داخل خانه که کل شادی گشت، از چشمایشان اشک میره. ولی که میگن شادی از نسل از اوناست، نیست. کل مفسرین میگن 4-5 روز بودن باز کلش مردار شد. یا چی کردن؟ جزا من جنس العمل. شادی هم مثل انسان است، نه؟ کارایش و این چیزایش. یا حیله کردن، عمل قسمی کردن که در ظاهر خوب نشان میدادن، در باطن خراب. الله میره همین تو ظاهرشان شادی، باطنشان انسان. و با چند وقت بودن مردن. این شادی از نسلای سابقه است، از اینا نیست. اینا الله چی گفت؟ کونو قردتن، شوین شادی. وقتی که الله یک گپ حکم کنه که اینطور شوین، یا چی شدن؟ همونطور شدن، حقیقتا تغییر خوردن. فجعلناها ما گردانیدیم امی مسخره. الله متعال می فرماید نکالا لما بین یدیها، نکال عقوبتا زاجره. نکال امو عذابی را میگه که زاجر باشه. زاجر چی را میگه؟ که منع کنه انسان منع کند از چی؟ از گناه. فهمیدین؟ امی مثلا امی قصاص چیست؟ دزد الله میگه السارق و سارقه فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من النکال. نکال یعنی زجر است، انسان منع میکند. زواجر به معنی موانع. ما اینا را نکالا میگه الله، میگه اینا را شادی جور کردیم تا که عبرت شود، عذاب عبرت شود. لما بین یدیها، از برای او انسانای بین یدیها که پیش روی از اینا از حاضر هستند، کسایی که بودن اونا دیدن با چشمای خود. و ما خلفها، کسایی که بعد از اینا میاد تا روز قیامت، حال ما شما میبینیم. و موعظه للمتقین، وعظ بود از برای متقیا. موعظه چرا میگه؟ منع میکرد، نزپن میداد متقیا را. هر عذابی که با بالای هر که آمده ما و شما باید از او عبرت بگیریم، او کار نکنیم. پس اینا چی کردن؟ حیله کردن، اینطور شدن. الله جزا داد. حالا این ملای حیله خور اسقاط خور هم اینطور میکنن. مثلا یک آدم در حدیث خواهی طور است که اگر کسی شیخ فانیست خود روزه نمیتانه یک روزه چیز کنه،
فدیه بده، یک مسکین نان بده، خلاص. در نماز نیست، نماز فدیه نداره، دیگه چیز نداره. این یک قیاسی است، یک گپ است. خب این ملا چی میکنن؟ خب ایلی اسقاط میگه چند روز چقدر نمازم یادم مانده، آل خوش پرسان هم نمیکنن، نه جال خیر واس شده، سابقهش پرسان میکنن. این کسایی که ایله را فتوا داد چند تا ملاقکای قرن 19 و 20 بود، خب اینا فتوا داد. اینا گفتن که چند نماز قرض دار هستی؟ گفت 2 سال. خب 2 سال در 24 ساعت 5000 به 2 سال بکو، چقدر میشه؟ ایرا هر روزش میگه 1 چاره گندم، این خود زیاد است. کل پیسه چقدر قرض دار شدی از الله؟ میگه 3 لک شد. خب چند پیسه در خانه داری؟ 5000 یا 10000. خب همین 5000 چطور ما 3 لک بسازیم؟ این ها هیله نمیاد. خب بیشی اینجا 30-40 مولوی را میشانه، ملا صاحب، قاری صاحب بیشی، حاجی صاحب بیشی ثواب داره. یقین کنین حاجی ها در منطقه ما میگه حاجی صاحب بیشی. اگر این برای مسکین فقیره، این برای مسکینا و برای فقیرا است. حاجی صاحب هم میشانه در اینجا. وقتی که حاجی را شاند باز چی میگه؟ امیر دور بته از واجبات و فرایض و چی و چی و چی و چی به امید همونجا بونگ 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 میکنه که خود خود یکم تایمیا نزدیکش باشه چی میگه؟ بگو چی میگی؟ گوشته بی از واجبات و از فرایض و از چی و از چی. خویی را که گرفت داد بازی به این میتا، پسی میگیره. یک دفعه که دادی گرفتی 5000، دیگه دفعه دادی گرفتی 10000، بود دادی 15 20 25 همین تو. اگر زیادتر بود 30 نفر بود مثلا 1.5 لک، نه؟ یک دور که دادی چند شد؟ 1.5 لک، همین 5000. یک دور دیگه هم میگه بتیش بخیر 3 لک. خب یک دور دیگه هم بته که زیاد شما میگه مشکل میشه 4.5 لک. اینه چند قرضدار بود؟ 3 لک. حال چند شد؟ 4.5 لک. خب چند است کلش؟ 5000 پس 5000 پر 4.5 لک جور کرد. خب قرآن چرا میمانی؟ میگه قرآن به این میمانم که ثواب از قیمتش از دنیا و مافیا بالاست. یه خوب یکی میلیاردها دلار شد، میلیاردها دلار اینمی شده. باز از قرآنای کسی رو په قیمتش از امیر میارن. خب یک جای ما بودم گفتم مولا صاحب قرآن چرا میمانی؟ قرآن خود گناه امیر خو نماند، نه؟ امیر کی مانده؟ همو فقها خو نگفته که قرآن هم بانین، گفت قیمت از این دنیا و مافیا نداره. گفتم خب اما آدم گفتم یک کار بکو، گفتم به مولای صاحب 1 تا قرآن بده قیمتش از 1000 میلیارد دلار بالاست. که یک قرآن دادش خیست و چت، گفت پیسه بده. چرا؟ گفت 30 روپه قیمتی ازی است. ولی تو گفتم میگی که دنیا مافیا کده بالا، 1 تا قرآن بست از دیگه. نه گفت ما پیسه بده، ما چقدر زحمت کشیدیم، جنازه را خواندم اینجا ششتیم، چقدر دورش دادم اینجا سرش خواندم، 5000 4.5 لک ساختم و هنوز با ما 30 روپیه قرآن میدی. باز این میره باز میگیرن میتا، مثل که شما از ما شما قرضدار باشم 3 لک بگم ما تو دادم تو با ما تو ما میشود 3 لک 5000 بگم 3 لک قبول میکنی؟ یا میخواین الله را فریب بتنی ظالم ها. خب که الله فریب کاری میکنه. فقلنا لهم گفتیم برای جنا کنون قردتن خاصین شوین شادی های ذلیل.